السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کیشت. مولانا می فرماید مدام امروز و فردا نکن، مراقب باش که همه عمر را به امید فردا از دست ندهی. روزه ماه شعبان. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ ماه را به اندازه ماه شعبان روزه نمی گرفت، چون در این ماه شعبان همه یا بیشتری آن را روزه می گرفت. و در روایت دیگر آمده است به جز اندک از ماه شعبان همه اش را روزه می گرفت. مادر مؤمنان عایشه الله متعال از او راضی باد می گوید پیامبر سلام و درود الله بر او باد هیچ ماه را به اندازه ماه شعبان روزه نمی گرفت، چون همه یا بیشتر ماه شعبان را روزه می گرفت. در روایت دیگر آمده است جز اندکی از ماه شعبان همه آن را روزه می گرفت. بخاری و مسلم. در ماه شعبان روزه گرفتن. در آخر ماه شعبان یعنی 2 روز پیش از آغاز ماه رمضان روزه گرفتن مکروه است، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن در این 2 روز منع کرده است. اما در دیگر روزهای ماه شعبان روزه گرفتن به خود ثوابیت خاص دارد. خاطررسان باید شد که امروز 5 شعبان است، مطابق به 15 فوریه سال 2024.